بگذاریم نمونه علمی بعد. تو همین خطبه 211 نهج البلاغه امیرالمومنین علی علیه السلام اشاره می‌فرمایند به حرکت زمین. سبحان الله، تو دوران‌های قبلی اعتقادات خاصی بوده. یه عده تصور داشتن زمین رو 2 شاخه گاوه و از این حرفا. تهش این بوده که بله خورشید خانم از این طرف حرکت میکنه و از اون طرف غروب میکنه، یعنی حرکت رو به خورشید نسبت میدادن. دیگه حرکت چرخشی و انتقالی زمین بماند قابل درک نبوده. 300-400 سال قبل گالیله یه چیزایی از حرکت زمین فهمیده بود، رفت بیان کنه نمیپذیرفتن، زیر بار پذیرش مطلب نمی رفتن، میخواستن اعدامش کنن، توبهش دادن که دیگه از این حرفا نزنین. از حرکت زمین بگذر. اینجا امیرالمومنین یه اشاره جالبتری داره. میدونید هر گردشی نیروی گریز از مرکز داره و کلا حرکت لرزش ایجاد میکنه. امیرالمومنین اینجا به زیبایی تمام اشاره میکنه به این که کوهها نقش لرزگیر رو دارن و از متلاشی شدن زمین جلوگیری میکنن و باعث آرامش اهل زمین میشن. امیرالمومنین شما 1400 سال قبل خیلی راحت توی خطبه ای مثل رگبار از بین 2 لب مبارکش علم میریزه بدون هیچ آزمایشگاه و تلسکوپ و تحقیقات و تشکیلاتی. نرفته آزمایشگاه با کلی تحقیق چند تا فرضیه بیاره. مطالبی فرموده که علم امروز چاره‌ای جز تعظیم و احترام نداره. این مطالب قابل تأمل نیست. خیلی راحت نشسته رو منبر آتش فشان علم علوی فوران کرده بدون فکر بدون تأمل، آنچه در سینه مبارک بوده در قالب کلمات ریخته بیرون. واقعا این چه نوع علمیه که انتها نداره و بر همه چیز احاطه داره. و این گونه بیان حضرات نشون دهنده اینه که جنس علمشون اصلا فرق داره. شما تو این موارد نوع بی سابقه ای از تسلط بر کائنات رو میبینید. گوشه نگاهشون به هر کجا بیفته تمامی اسرار اونجا براشون واضحه. قرنها دانشمندان تلاش کردن یه عبارتهای مختصری از کلام اهل بیت رمزگشایی شده، معلوم نیست بقیه عبارتها کی رمزگشایی بشه. مثل اینکه امیرالمومنین فرموده بودن از راههای آسمون از من بپرسید که از راههای زمین بهتر میشناسم. کی میفهمید چی میگه حضرت؟ و اون سوالات داغون رو ازشون میپرسیدن. امروز بشر با این تکنولوژی پیشرفته هنوز زورش به نزدیکترین کرات دم دستش نمیرسه، چه برسه بالا دست. چی میفرموده امیرالمومنین که از راههای آسمون بپرسید از من از زمین بهتر میشناسم؟ با کنار زدن این کوههای علم و نور و نشستن جهال بر این مسند بیچاره شد بشر، به خاک سیاه نشست بشر، تا امروز هم ادامه داره. بگذاریم این موارد تو زمین شناسی. حالا یه مورد هم اشاره کنم تو جانوران. تو یکی از همین خطبه ها ردیف عباراتی که بیان میفرمایند امیرالمومنین یه اشاره به ملخ میکنه، داره برای زنبور عسل و اینا صحبت میفرمایند، یه اشاره به ملخ میکنه و عبارت خیلی جالبه. و جعل لها السمع الخفی، اشاره میکنه خداوند برای موجود شنوایی پنهان قرار داده، قدرت نمایی کرده امیرالمومنین که میدونست که میتونست بفهمه اون زمان که این حشره مثل بقیه چیزی به نام گوش نداره و شنواییش از طریق قسمتهایی از شکمش انجام میشه. امروز این مطالب مشخص شده. این خودش خیلی جالبه ها. نیومده مقاله علمی بده، نشسته روی منبر داره مدح و ثنای خداوند رو میگه. اینجوری اشاره میفرمایند که سپاس خدایی رو که این حشره رو اینجوری آفرید، این همچین خصوصیتی بهش داد. دیگه تسلط شما ببین، جنس علم رو ببین. واقعا شگفت انگیز نیست احاطه و علم امام به تمام مسائل و موضوعات. بازم عرض میکنم گوشه نگاه امام به هر جا میفته هیچ چیز پوشیده نیست و رازی باقی نمیمونه بدون تفکر و تأمل. نه تنها این یکی دو مورد، نه، هر موجودی رو شما دست بگذاری، هر موجودی، اطلاعات اماما، اون امامی که شناسنامه قدیری و نص نبوی رو داره، همینطوره، بدون استثناء همینطوره. هیچ چیز بر اهل بیت پوشیده نیست. راجع به هر موجودی، راجع به هر جانداری، راجع به هر موضوعی شما از امامی که جزو اون شجره هست سوال کنید جواب کامله، بدون فکر، بدون تأمل. علم امام خیلی خاصه، خیلی ویژه است. اگه مدعی دروغین امامت پیدا کردی خیلی راحت میتونی امتحانش کنی.
امام پاسخ هر سوالی را میدونه، از اعماق اقیانوس تا ماورای کهکشان ها در جا هم جواب میده، بدون تأمل و فکر هم جواب میده. اگه کسی این گونه نبود امام نیست. امام برای پاسخ دادن به سوال احتیاج به فکر کردن و زمان گرفتن نداره ابدا. پاشنه آشیل امامان دروغین موندن تو همین سوالات، کما اینکه خلفای جور هر جا گیر میکردن توش میموندن بلافاصله مراجعه میکردن در خونه اهل بیت، هیچ راهی نداشتن. مکرر نمونه هاش تو تاریخ. اصلا رسما به عجز خودشون در قبال علم اهل بیت معترف بودن و این از پررویی و ناپاکیشون بوده که جای این حضرات نشستن و این داستان ادامه پیدا کرده. بدبختی بشر به خاطر همینه دیگه. کوههای علم و نور رو کنار زدن، در راه تاریکی جاش نشستن. واقعا باعث افتخار برای شیعه که ولایت اهل بیتی رو داره که 14 قرن قبل اسرار همه کائنات کف دستشون بوده و بیچاره ماییم. و واقعا بیچاره ماییم. شیعه بیچاره است که میدونه فرزند همین امیرالمؤمنین، وارث علوم همین امیرالمؤمنین، حلال تمام مشکلات بشر، کوه علم، جواب تمام سوالات بشر، تو کنارش زندگی میکنه ولی طالبش نیست. شیعه میدونه این مطالب ولی خواهان این خزانه علم باقی مانده از آل محمد نیست. تو گرفتاری و مصیبت و بدبختی دست و پا میزنیم، باز نمیخوایمش. اللهم عجل رو سرسری گرفتیم. خیلی بلند معنای عجل ولی کالفرج. معنیش اینه خدای من خواستار این کهکشان علم و نور از باقی مانده آل محمد هستم. من فهمیدم بدون ایشون کار عالم به سرانجام نمیرسه، لذا اومدم به دعا، اومدم به التماس و با این دعا تقاضای خودم رو مطرح میکنم برای اومدن این کهکشان علم و نور. این معنای عجل ولی کالفرج که نفهمیدیم. نمونه علمی بعد،